خیلی‌ها میان کشاورزی کشور ایران رو با کشاورزی کشور هلند مقایسه میکنن، از مردم عادی گرفته تا مسئولین و کارشناسان. اما خب این مقایسه سطحی هستش، به طور دقیق بررسی نشده. من به عنوان یک مهندس کشاورزی میخوام به طور دقیق کشاورزی کشور هلند رو بررسی کنیم. خب این مقایسه چجوری شکل گرفته؟ جمعیت هلند حدود 18 میلیون نفره، ولی جمعیت خطه شمال حدود 10 میلیون. مساحت کشور هلند حدود 40,000 کیلومتر مربع است و مساحت خطه شمال حدود 50,000 کیلومتر مربع است. میزان بارندگی هم هلند هم خطه شمال حدود 800 میلیمتر. اما هلند به عنوان دومین صادرکننده محصولات کشاورزی در جهان شناخته میشه. سالانه حدود 120 میلیارد دلار صادرات کشاورزی داره. صادرات کشاورزیش چی هست؟ عمده صادرات کشاورزی هلند محصولات باغی و محصولات دامی هست. محصولات باغی مثل سبزیجات مثل فلفل، دلمه، خیار و گل‌گیاهان زینتی مثل رز، لاله، ارکیده و محصولات گوشتی مثل گاو و حالا تخم مرغ و محصولات لبنی مثل شیر و اینا هستش. اما کشاورزی هلند در ابتدا به این شکل نبوده. هلند چیکار کرد که کشاورزیش اینقدر متحول شد؟